ملا یعقوب از شکست صفوف طالبان دچار سراسیمه‌گیر شده است. سرپرست وزارت دفاع طالبان از عدم اطاعت در صفوف جنگجویان این گروه شکایت دارد. با گزارش سپوتنیک و نقل از رسانه یک نوار صوتی از ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که از عدم اطاعت در صفوف جنگجویان این گروه شکایت می‌کند. او در این نوار از سفرهای مقام‌ها و ناهماهنگی طالبان نیز سخن می‌زند و با تأکید می‌گوید بزرگان باید متوجه مسئولیت‌های خود باشند. سرپرست وزارت دفاع طالبان از گزارش‌های غلط و کتمانکاری جنگجویانش نیز پرده برمی‌دارد و آنان را بر دروغگویی متهم می‌کند. او با صراحت می‌افزاید این تشکیلات را ما انجام می‌دهیم، برایشان می‌گوییم به اینجا بروید و بزرگان اطمینان می‌دهند، ولی یکیشان هم نمی‌روند و در ساحه هیچ کسی نیست. ملا یعقوب به عنوان نمونه از ذره خاوش یکی از ولسوالی‌های خست بغلان نام می‌برد و گفته او چند پاسگاه طالبان بعد از تخلیه از سوی جبهه مقاومت تصرف شده و آنان تبلیغات بر راه انداختند که ساحه را تصرف کردند. ملا یعقوب از این شکنندگی و چند دستگی در فرمان برداری جنگجویانش و سطوح رهبری گروه طالبان ناراض به نظر می‌رسد. احتمال می‌رود میزان اطاعت و وفاداری جنگجویان متعلق به شاخه شبکه حقانی از این مقام طالبان در صفوف جنگی بسیار پایین آمده باشد، چون به شدت یأس و ناامیدی از عدم اطاعت بر او مستولی شده و بر مسئولیت پذیری مقام‌ها و جنگجویان این گروه تأکید می‌کند. ماهیت سخنان ملا یعقوب می‌رساند که ساختار درونی این گروه دچار یک گسست سازمانی و وفاداری شده و از سوی دیگر رفاه و خوشگذرانی رهبران طالبان زمینه و بستر عدم اطاعت را در میان آنان گسترده‌تر ساخته است. گفتنی است که ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و فرزند ملا عمر رهبر پیشین این گروه از مدعیان رهبری رژیم طالبان به حساب می‌آید. ملا عمر پدر ملا یعقوب در سال 2013 در شفاخانه‌ای در پاکستان جان باخته است. طالبان بر آرامگاه قهرمان ملی قصد ساخت مدرسه جهادی را دارد. برخی منابع از قصد رهبری گروه طالبان برای ساخت یک مدرسه جهادی با ظرفیت 1000 طالب در آرامگاه احمد شاه مسعود خبر می‌دهند. با گزارش سپوتنیک به نقل از روزنامه 8 صبح کابل، منابع آگاه می‌گویند که طالبان قصد دارند تا یک مدرسه جهادی بزرگ را در آرامگاه احمد شاه مسعود در پنجشیر بسازند. و گفته این منابع قرار است این مدرسه بزرگ جهادی از سوی طالبان در ساحه سریچه از مربوطات بازارک پنجشیر در آرامگاه احمد شاه مسعود ساخته شود. این مدرسه که برای حدود 1000 طالب در نظر گرفته شده است و دستور ملا هبت‌الله رهبر طالبان ساخته می شود. منظوری ساخت این مدرسه توسط والی پنجشیر گرفته شده است. طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. اما واکنش صالح بر رقص طالبان بر آرامگاه قهرمان ملی. گفتنی است که نصاب درسی این مدرسه مطابق با کتب درسی مدارس پاکستان خواهد بود و برای طالبان این مدرسه خوابگاهی با ظرفیت 1000 نفر نیز ساخته می شود. گفتنی است به تازگی رهبری طالبان حکمی را درباره تشکیل و هزینه مدرسه‌های جهادی در افغانستان صادر کرده است. در نسخه از این فرمان آمده است که همه مدرسه‌های دینی باید مطابق نصاب طالبان آموزش بدهند. بر اساس این حکم هر مدرسه جهادی باید 10 نفر استاد داشته باشد که شامل 3 نفر شیخ الحدیث، 3 نفر موقوف علیه، 3 نفر استاد فنون و 1 نفر دیگر استاد دارالحفاظ می باشد. گروه طالبان همه تمرکزشان در حالی روی ساخت مدرسه‌های جهادی است که مردم از گرسنگی در حال مردن هستند. در همین حال گزارش‌ها می‌رساند که طالبان پشتون تبار در تخار یک فرمانده تاجیک تبارشان را بازداشت کردند. منابع محلی در تخار با آماج می‌گویند که طالبان پشتون تبار یک فرمانده تاجیک تبار خود به نام مولوی عزیز را در این ولایت بازداشت کردند. دلیل بازداشت مولوی عزیز اختلاف‌های درونی و قومی میان طالبان گفته شده است. این در حالی است که اختلافات میان طالبان پشتون تبار، تاجیک تبار و ازبک تبار در تخار بیشتر شده است.